به نام خدا، با سلام خدمت همه شما. این قسمت قراره راجع به پروسس مادر یا مین پروسس به صورت کامل صحبت کنیم و اینیتو بگیم یا همون سیستم وی و سیستم دی رو بگیم. ما قبلا توی ویدیو قبلی صحبتی راجع به این مین پروسس کردیم و گفتیم که چطور میشه بالا میاد و اینجور چیزا. توی این ویدیو به صورت کامل قرار راجبش صحبت کنیم. گفتیم که مین پروسس یک پروسسیه که پروسس مادر هست و همه لینوکستون رو مدیریت میکنه و تمام پروسس های دیگه زیر مجموعه این پروسس هستن. پی آی دیش هم یک هست و اولین پروسسیه که در واقع لود میشه روی لینوکستون و بقیه به تبع اینن، یعنی اینه که بقیه رو میاره بالا. کلا این پروسس توی قبلی سنتوس ها یا کلا در واقع لینوکس های ورژن قبلی اینیت بوده یا سیستم وی بهش میگفتن. این اینیت اینجوری بوده که وقتی که بالا می اومده رو 7 ران لول میتونست ران بشه، اجرا بشه در واقع اینیت. ران لول هاش از 0 بودن تا 6. 0 پاور آف رو نشون میداد. اینجا من اینیت داشتش هلپ رو زدم بهمون نشون میده، میگه خب اون 0ی که میخوای به من بدی پاور آف 6 ریبوته. اوکی، یعنی ما بزنیم اینیت 0 سیستممون خاموش میشه، اینیت 6 بزنیم سیستممون ریبوت میشه. دلیل این که حالا بذارید اینو بگم بعد برمیگردیم. میخواستم این سوالی مطرح کنم. میموند چند تا ران لول دیگه، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 که هر کدوم یه منظور داشتن. مثلا 1 قبلا توی اینیت الان که میبینید این شکلیه، خب این سنتوس 7 و مین پروسس اصلیش دیگه اینیت نیست، سیستم دیه. خب قبلا که فقط اینیت بود خیلی مفصل تر بود. دلیل این که هنوز اینیت کار میکنه اینه که خب خیلی ها تا بیان سازگار بشن و تا بیان جای کانفیگور قبلی رو و تفاوت پروسس ها، مدیریت ها توی سنتوس 7 و سیستم دیو یاد بگیرن، یه مقداری شاید طول بکشه و اینکه هنوز آداپته نشدن. دلیل اینکه هنوز اینیت هست فقط همینه و اینکه هنوز گذاشتنش که بتونن کار کنن. ولی کار اصلی رو کی انجام میده؟ سیستم دی انجام میده. اگه من منوال کامند اینیت رو براتون بگیرم، ببینید سیستم دیه در واقع دیگه. اینیت اینجا هیچ نقشی نداره. اینیت فقط یک پروسس جزئیه که ما بزنیم اینیت 0، در اصل به سیستم دی دستور دادیم که بره فلان کامند رو اجرا کنه. اوکی، دلیل این که میبینید خیلی داکیومنت کمی داره، منوال خیلی جزئی، منوال اصلا نداره و اینکه چیز هست، دلیلش اینه. ولی خب این تو سنتوس 6 و اینا خیلی مفصل تر بود چون فقط اینیت بود که ران میشد. ما ران لول 0 رو گفتیم، یعنی من اگه اینجا بزنم اینیت 0 اینتر سیستمم خاموش میشه، اینیت 6 بزنم سیستمم ریبوت میشه. و ران لول 1 توی حالا اینیت مفهوم سینگل یوزر رو میداد. سینگل یوزر یعنی چی؟ یعنی حالات رسکیو موده، یوزر روت رو میاره بالا و شروع میکنی کار کردن باهاش. نتورک و اینجور چیزای چیش فعال نیست، وصل نیست، بالا نمیاد، خودت باید رانش کنی و خیلی امکانات محدودتری داشت نسبت به ران لول های دیگه. و الان من کامند ران لول رو بزنم به هم میگه که ران لول قبلیت نبوده و الان ران لول 5. ران لول 2 و 3 و 4 و 5 اینا هر کدوم یک مفهومی داشت. ران لول 5 گرافیکاله، یعنی شما
لینوکستون رو با محیط گرافیکی رو لود میکنید. ران لول 3 مالتی یوزر بدون گرافیکال بوده. پس از اول یه بار مرور کنیم که قاطی نکنیم. 0 هالت یا پاور آف بوده، 1 سینگل یوزر بوده without نتورک، 2 سینگل یوزر با نتورک بوده. فکر کنم خودم هم یادم رفته، باید اینا رو سرچ کنیم ببینید چیه. 3 مالتی یوزر بوده بدون محیط گرافیکال. 4 بذارید آخر سر توضیح میدم. 5 مالتی یوزر بوده با محیط گرافیکال و 6 هم ریبوت بوده. 4 چی بوده؟ 4 باز گذاشته بودن برای اینکه ما استفاده بکنیم، مثلا اینکه میخوایم چه میدونم یه چیزی رو پروگرام کنیم و اینجور چیزای سری کارا رو انجام بدیم، به صورت منوال خودمون کانفیگش بکنیم. خب اینا برای اینیت بودن. اینکه چه محدودیت هایی داشت و چی شد که سیستم دی اومده الان میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. ما خب الان ران لول ها رو توضیح دادیم: 0 1 2 3 4 5 6. هر کدوم هم گفتیم چه کاری انجام میده. یه دونه ران لول 4 بود که بلا استفاده مونده بود و گذاشته بودن خودمون پروگرام بکنیم. یکی از کاربردهایی که این ران لول ها داشت این بود که ما میخواستیم لینوکسمون رو به یک استیت دیگه ای تغییر بدیم، مثلا ببریم روی سینگل یوزر یا ببریم روی مالتی یوزر بدون گرافیکال یا همجوری عوضش کنیم. حالا این چه کاربردی داشت توی بحث سیساد مینی؟ ببینید هر کدوم از این ران لول ها یک سری اسکریپت هایی با خودشون لود میکنن. حالا ما دیگه اینیتیشو نمیگیم، به نوبت سیستم دیش رسیدیم تو ویدیو بعدی کامل توضیح میدیم که چی کار میکنه. هر کدوم از این ران لول ها یک سری اسکریپت هایی رو اجرا میکنه، یک سری برنامه هایی رو اجرا میکنه. مثلا شما میزنی اینیت 6، اول میره یک سری چیزا رو خاموش میکنه، بعد که روشن شد میره روشنشون میکنه. یا مثلا میزنید اینیت 3، میره پروسس هایی که مربوط به محیط گرافیکال خاموش میکنه. یا میزنید اینیت 5، میره پروسس هایی که مربوط به محیط گرافیکال را روشن میکنه. یا 1 همینطور، یا مثلا 0 همینطور، 0 همه رو خاموش میکنه و دیگه کلا هالت میشه، سیستم پاور آف میشه. حالا ما تو بحث سیس ادمینی یا تو بحث سرورها و سرویس ها اینا چه استفاده هایی از این میکردیم؟ خب ران لول ها که معلوم بودن، 1 چی بود، 2 چی بود، 3 چی بود، 5 چی بود، 6 بود چی بود، 0 چی بود، اینا همه رو میدونستیم. شما یک سروری رو در نظر بگیرید که این سرور یک سری استیت ها داره. مثلا هر استیتش باید یک سری پروسس ها ران بشه. مثلا یه سروری رو در نظر بگیرید که به وضعیت اضطراری رسید، قراره مثلا یک سری پردازش ها انجام بشه و سیستم به صورت موقت، سرور به صورت موقت از دسترس خارج بشه. برای مدیریت اینها ما می اومدیم یه سری اسکریپت می نوشتیم و این اسکریپت ها وظیفه از دسترس خارج کردن موقت سرور رو به عهده داشت و این اسکریپت ها رو توی ران لول های مثلا 4 ران می کردیم. خب پس ما می اومدیم یه سری برنامه می نوشتیم، یه سری اسکریپت می نوشتیم که یک سری چیزها رو چک می کرد، مثلا وضعیت سی پی یو، رم، هارد دیسک یا ترافیک نتورک اینا رو چک میکرد. به محض اینکه به یه حد خطرناکی میرسید، مثلا نتورکش رو دام میکردی، میرفتی تو مود بکاپ گیری و نمیدونم اینجوری و آلارمینگ و آلرتینگ و اینجور چیزا. خب تمام این اسکریپت ها رو مینوشتیم و میذاشیم تو ران لول 4 به عنوان مثال، و به محض اینکه این استیت میرسید که سیستم باید از مدار به صورت موقت خارج میشد، یه دونه فقط میزدیم اینیت 4. اوکی؟ پس دیگه ما این استفاده از این ران لول ها به این شکل بود که شما مثلا یه مثال دیگه بزنم که براتون جا بیفته، اینه که شما سرورتون نیاز داره تو یک ساعتی از شبانه روز بکاپ گرفته بشه
یا با مستر خودش سینک بشه. تو این حالت شما مطمئنید که نباید به درخواست ها جواب بدید. و چه اتفاقی میفته؟ مثلا نیاز دارید که کارت شبکه دان بشه مثلا، یا سرویس به صورت موقت استاپ بشه، عملیات بکاپ گیری انجام بشه و سرویس دوباره مثلا برگرده به حالت قبلی. ما برای شرایط مختلف فقط یه دونه ران لول داشتیم توی اینیت، یعنی فقط میتونستی یه دونه استیت مشخص کنی، بگی که مثلا خب الان رفتم تو مود بکاپ گیری. حالا اگه میخواستی چند تا استیت داشته باشی، مثلا یه استیت داشته باشی بگی که آقا من الان بکاپ میخوام بگیرم، الان وضعیت کریتیکال منه، الان مثلا وضعیت سینک منه، یا وضعیت هر وضعیت دیگه ای ممکنه باشه، یا وضعیت مثلا مایگریشن منه، کلا به صورت موقت باید خارج بشه. ببین برای تمام اینها یه ران لول بیشتر نداشتی و ران لول 4 بود، گرچه خودت میتونستی ران لول های بعدی رو به صورت دستی کاستومایز کنی ولی نمیصرفید، چون اهدافی که به اونا تعیین شده بود یه چیز دیگه بود و فقط 4 بود که برای تو باز بود. پس برای همین یه دونه ران لول بیشتر نداشتیم. این یکی از مشکلاتی بود که اینیت داشت. حالا سیستم دی اومده اینا رو برطرف کرده، برسیم به وقتش توضیح میدیم راجبش. پس این به این صورت عمل میکنه، یعنی ما اینیت و سیستم اینیت به این شکل عمل میکرد. معنی ران لول 4 هم این بود که توی یک شرایطی ما پروگرامش میکردیم و کانفیگش میکردیم که چجوری کار کنه. حالا سیستم دی چی شد؟ سیستم دی اومد مفهوم ران لول رو به صورت کامل حذف کرد. اوکی؟ چی رو جایگزینش کرد؟ اومد یک سری مفاهیمی به اسم تارگت رو جایگزین کرد. مثلا graphical target، multi-user target، rescue target. مثلا توی این حالت ها دیگه شما بی پایان میتونی استیت برای لینوکس تعریف کنی. من الان مثلا میزنم سیستم، مثلا به سیستم دی برمیگردم میگم که آقا تو برو توی مود مالتی یوزر، میام تعریف میکنم مالتی یوزر چیه، سرویس هایی که دوست دارم تو مالتی یوزر بالا باشن رو میذارم و فقط اون کار اسکریپت هایی که در واقع دوست دارم تو مالتی یوزر اجرا بشه رو میذارم و اجراش میکنم. یا مثلا ببینید یه سرور نیاز داره که یک سری موارد مثلا نقش مایسکیول رو بازی کنه، دیتابیس، یک سری جاها نقش مثلا وب سرور رو بازی کنه، نمیتونه جفتش باشه. مثال دارم میزنم، شاید این اصلا مثال درستی نباشه. میام مثلا 2 تا تارگت تعریف میکنم، وب سرور تارگت، دیتابیس تارگت، و توی اون تارگت ها کارهایی رو که انجام میخوام بدم رو تعریف میکنم و فقط با یک کامند میتونم رول و نقش این سرورم عوض کنم. الان بگم به سیستم دی بگم که آقا تو دیگه الان برو توی مثلا وب سرور تارگت، یا الان تو سویچ کن روی مایسکیل تارگت. این تارگت ها رو میتونی تعریف بکنی و بهش بفهمونی که تو این تارگت ها چه کارهایی باید انجام بشه. تو هم دیگه اینجا دستت باز بی پایانه و میتونی همه کار انجام بدی. حالا سیستم دی میاد چیکار میکنه؟ میاد به این صورت عمل میکنه و اینکه خیلی مدیریتش بهتر شده. مثلا یه مثالی من براتون بزنم. مثلا توی ما بریم تو ETC، این init.d، بذار من کاماندو، این init.d دقیقاً همون اسکریپت هایی بود، سرویس هایی بود که توی اینیت مشخص می شد. خب مثلا تو init.d تو می اومدی سرویس SSH داشتی. حالا اینایی که میگم شاید براتون زیاد ملموس نباشه. حالا یه سنتوس 6 بود اینجا کامل میدیدید که مشاهده میکردید تمام سرویس هاتون اینجا بود. مثلا ما یه سرویس داریم CRTMP سرور، متاسپلویت داریم، نت کنسول داریم، نتورک داریم و اینجور چیزا. اینا هنوز با اینیت هم، گرچه شما الان اینیت هم ران کنی آخر سر سیستم دی ران میشه، ولی اینا سرویس هایی هستن که وجود دارن.
اگه شما دقت کنید RC ها رو نگاه کنید، RC 0 1 2 3 4 5 6 دقیقا اندازه ران لول ها RC داریم. این RC ها اون کارهایی بودن که توی ران لول 0 انجام میشد. ببینید اینایی که کی بودن میکشتشون، خب کیل بود. مثلا یک رو نگاه کنید، مثلا اینایی که کی بودن با یه پریوریتی انجام می شدن. مثلا این کیه، خب اینا اسن استارته، یعنی مثلا اگه قرار بود یه چیزی بیاد تو ران لول 3 اینیت 3 می زدیم، می اومد مثلا اونایی که کی بودن مثلا پریوریتی، این اعدادم با پریوریتی مشخص می شد، اونا رو کیل می کرد و بعد اینا رو استاپ می کرد. اوکی. یا مثلا این هم همینطور. منتها وقتی که اینیت بود سیستم الان اینجا پر چیز بود، از این فایلا بود، هر کدوم از این دایرکتوری ها پروفایل بود. اینجور می اومد تعریف می کرد. یعنی مثلا شما 4 رو که الان شاید خیلی خلوته، خب مثلا 4 برای شما باز بود، میتونستی اینجا یه سری اسکریپت بزنی بخونی مثلا که این باید چیکار کنه. حالا اینا رو نگاه کنید، ببینید دقیقاً میاد اسکریپت بش اجرا میکنه و شما میگی که آقا اینو مثلا بریم فلان کار انجام بده. اوکی. یا به عنوان مثال مثلا تو نتورک نگاه کنید، یه اسکریپتی می نویسی که میاد نتورک تو آپ میکنه. خیلی راحت. اینم با یه پترنی، با یه اسمی میذاریش داخل این دایرکتوری و قابلیت اجرام بهش میدی و این دیگه خودش میره ران میشه و اجرا میشه. اوکی. پس مدیریت پروسس ها تو اینیت اینجوری بود. ولی تو سیستم دیگه چی شده؟ تو سیستم دی حالا من یه مدل سرویس هم نشون بدم قبل اینکه بریم. ببین اینا واقعا به کار ما نمیاد الان ها، یعنی من هر چی در رابطه با اینیت بگم الان هیچ مصرفی برای شما نداره، ولی دونستنش خالی از لطف نیست. این که مثلا شما بدونید چی بوده و الان چی شده خیلی بهتره، خیلی خوبه براتون و میتونید مفاهیم چیزم متوجه بشید که خب سیستم دی چقدر بهتر شده نسبت به اینیت. مثلا یه سرویسی به اسم مثلا CRTMP سرور، من اینو باز کنم ببینیم داخلش چجوریه. این یه سرویسه، ببینید به چه عظمتی ما میایم مثلا برای استارتش فانکشن، اینه همه بش نوشته شده، برای استاپش فانکشن می نویسیم، بعد میایم پارامتر آرگومان ورودی رو میگیریم، میگیم اگه استارت بود این کار انجام بده، برو تابع استارت رو اجرا کن، یا مگه استاپ بود برو اینو اجرا کن. ببینید چقدر درد سر داشت. حالا یه سرویسی خیلی ساده است، این که مثلا ما سرویس متاسپلویتمون هم البته ساده است. یا سرویس نتورک ببینیم شاید یکم شلوغ‌تر باشه. ببینید این مثلا چقدر درد سر داره، تو استاپش باید بری. اصلا پروگرام کردن این درد سری بود برای خودش. این که ما بخوایم یه سرویس جدید بنویسیم واقعا اذیت می‌شدیم و واقعا نیاز بود که شما دانش برنامه نویسی داشته باشی. اوکی. این از اینیت یه نمونه مثلا اینیت بود. بعد یه دونه حالا نمیدونم الان هست یا نه، اینیت تب، آره یه اینیت تب هم بود، البته الان دیگه سیستم دی شده. این وسط کانفیگ میکردی میگفتی دیفالتش مثلا 3 باشه، یعنی سیستم تو روشن میکنی با ران لول 3 بیاد بالا. که یه بار یکی از دوستان رفته بود اینو ران لول 6 کرده بود، چه اتفاقی میافتاد؟ دیفالت سیستم رو روشن میکردی میومد بالا، اینیت صدا زده میشد، اینیت میرفت فایل کانفیگ رو میخوند، میگفت من باید با ران لول 6 بیام بالا و دوباره سیستم رو ریبوت میکرد. یعنی توی حلقه بی نهایت اگه اینو ول میکردی تا عمر داشت این لینوکس ریبوت میشد تا سخت افزارش کار میکرد. که حالا اونو باید با یه سری ترفنده مثل رسکیو مود بیاری بالا و شروع کنی به ترمیمش. این که بری این فایل رو دیفالتش عوض کنی بذاری مثلا
1 یا میذاش 0 سیستم رو روشن میکردید درجه خاموش میشه. خلاصه این از این اینیت بود. این پس ما اینیت گرفتیم تقریبا روال کار چجوری، ولی خب درک کردنش مستلزم این بود که ما یه سینتوز 6 هم داشته باشیم. ما یک تایم هم نگاه کنم، خدایا چی نگفتیم شد 20 دقیقه. بریم سراغ سیستم دی. سیستم دی دیگه الان اینطور نیست. سیستم دی مسیرهاشو اسکریپت هاشو توی این مسیر درست میکنه، توی یوزر لیب سیستم دی سیستم. شما نگاه بکنید هر چیزی که مربوط به سیستم دیه توی این دایرکتوریه. مثلا ما یه ssh.d.service داریم. خب این مثلا یه سرویس SSH. ببینید چقدر کم شده. مثلا اونجا تو اینیت یه نتورک چقدر زیاد بود، این چقدر کم شده. و اینکه قابلیت ها مثلا مثل تایپ که فورکینگه، این حالا جلسه ویدیو بعدی کامل راجع به اینکه ما چجوری سرویس بنویسیم صحبت میکنیم. ولی الان بیسیکش متوجه بشیم. هر سرویسی داخل این دایرکتوری usr lib system دی سیستم یک فایل داره. حالا ما فایل هایی که تارگت دارن رو مثلا نگاه کنیم. ببینید الان ما چند تا تارگت داریم. ما nfs client.target poweroff.target reboot.target rescue.target run level ها برای خودشون الان تارگت دارن. این که ما میزنیم اینیت صفر میاد این کار رو از طریق تارگت. sleep. ببین چقدر بی نهایت ما تارگت میشیم داشته باشیم. ما مثلا الان vsftpd.target داریم اینجا، یه تارگتی که میگه آقا مثلا فقط vsftpd یا اینجور چیزا. یا مثلا default.target داریم، basic.target anaconda مثلا، یا graphical.target داریم. اینا اون مثلا کانفیگ هایی هستن که ما تو این انجام میدیم. مثلا ls graphical.target این الان یه دونه فایل، در واقع یه دونه سرویس، در واقع دقیقاً مثل همون SSHD که یونیت داره اونجور چیزا. حالا هر تارگتی یه دونه فایل، یه دایرکتوری وانس هم داره. این وانسه میشه اون چیزهایی که این graphical.target نیاز داره و اجراشون میکنه. اوکی، مثلا ما بریم مالتی یوزر رو نگاه کنیم. ببینیم مثلا مالتی یوزر این کار رو انجام میده، اینو میاره بالا، پلی موس رو میاره بالا، سیستم دی. میبینی اینا همشون چیزن، فایل اسکریپتن. حالا ما اگه اینو کاملش رو بگیریم ببینید همشون لینکن به یه دایرکتوری پشت سرشون. پس یه دونه دایرکتوری هست که تمام سرویس ها داخل اون تعریف میشن. دایرکتوری سرویس هایی با پسوند دات سرویس به عنوان سرویس معرفی میشن. اون فایل های با پسوند دات سرویس. خب فایل هایی با پسوند دات تارگت اون تارگت معرفی میشن که تو میتونی سیستم دی رو بگی که بره تو اون تارگت. دایرکتوری هایی با فرمت نامگذاری دات تارگت دات وانس اون اسکریپت هایی میشن که قراره توی این چیز رام بشه. مثلا تو مالتی یوزر دات تارگت دات وانس ببینید مثلا پلی موس کویت سرویس رام میشه، یا سیستم دی آپدیت UTMP run level dot service رام میشه. این مثلا یه سرویسیه که لینک شده اینجا. ببین تمام کارها با لینک انجام میشه. اوکی،
این تا اینجا ما راجع به سیستم دی صحبت کردیم و گفتیم که چطور کار میکنه و فایل های اصلی توی دایرکتوری usr-lib سیستم دی سیستم ذخیره میشه و مدیریت سیستم دی با کامند سیستم ctl سیستم ctl منوالش رو بخونیم control the system the system and service manager مدیریتش با اینه. الان من سیستم ctl بزنم کامل به هم میگه که چه سرویس هایی داری. حالا این استیتاش یکم توضیح داره که توی ویدیو بعد توضیح میدیم و اینکه این اسکریپتش مثلا اون دیسکریپشنش چیه و چیکار میکنه و به این صورته. اوکی این مثلا تمام این چیزایی که داریم. مثلا اینجا من یه دونه داکر استوریج استارتاپ سرویس دارم که فیلد شده. اینا رو مثلا باید یا نتورک سرویس دارم که فیلد شده. اوکی کارش هم اینه که bring up down networking و اینجور چیزا. اینا الان هستن تو میتونی خیلی راحت وضعیت سرویسات رو ببینی چه جوریه. بعد کامل اینجا توضیح داده load active sub اینا مثلا به چه صورت و اینجور چیزا. میگه که 193 تا یونیت لودد داری که مثلا توضیح داده که میتونی با این کامل بگیری که آقا این به چه صورته. مثلا این دیسیبلده اینا اینیبلدن. اینا رو میتونی کامل متوجه بشی چه جوریه. اوکی یعنی خیلی خیلی بهتر شده. یعنی یکم خب گسترده تر شده سخت‌تر شده ولی از نظر قابلیت و امکاناتی که بهمون میده خیلی عالی تر شده. اینکه ما دیگه همه چی اون با سیستم ctl و حالا ما تو اینیت مثلا با چک کانفیگ میرفتیم تو ران لول ها اینیبل میکردیم. اینا رو کامل ویدیو بعد توضیح میدیم به چه صورت هست. پس ما اینو متوجه شدیم. حالا بریم توی یه چند تا آپشن از کامند سیستم ctl رو بهتون توضیح بدم. اولا که سیستم ctl استاتوس میتونی استاتوس بگی که مثلا ببین با دو تا تب بزنی باش کامپلیشن داره sshd.service. حالا من sshd بزنم خودش بای دیفالت سرویس رو برمی داره ولی اگه اینجا مثلا سرویس بزنم همونه. حالا میخوام یه چیز دیگه شو ببینم که چه جوریه حتما باید اسمشو کامل بزنم. یعنی من بزنم sshd فرقی نداره با اینکه بزنم sshd.services. اینجا من استاتوس میگیرم به هم میگه خب اکتیو رانینگ. اینا هر کدوم توضیح دارن. اینکه مثلا since Friday فلان ساعت IRDT یعنی 4 ساعت و 38 دقیقه پیش این سرویس ران شده. اینم یه مختصر لاگ فایلیه که به هم توضیح میده که چی جوریه و exec استارتش اینه یعنی با این کامند اومده استارت شده و مین پی آیدیش هم اینه. حالا پروسسش هم این شکلیه و توی سی گروپ و اینام که با این یوزر رو اینا انجام شده. اینا خیلی اطلاعات جامعی میدن. مثلا من مثلا یه چیزی که فیل بود و بهتون بگم مثلا نتورک هم فیله. اونجا یادتون قرمز بود. خب چی گفته که میگه که نتورکینگ رو نمیتونه بیاره. اینکه من باید برم دیباگ کنم ببینم که خب چه اتفاق افتاده مثلا چی شده که این سرویس فیل شده و تو آپ تایم بالا نیومده. اوکی این استاتوسه. یه سری مفهوم داریم به اسم استارت. حالا سرویسی که فیل هست رو من دوباره استارت میکنم الان بهم ارور میده. اینا رو زیاد توجه نکنیم. یا مثلا بذارید همین SSHD رو بزنم. SSHD استارت استاتوس استاپ استاتوس. ببینید الان دیگه دده اکتیو نیست دده رانینگ نیستن. حالا اینو استارتش میکنم استیتوس میگیرم و یه بار ریستارتش میکنم دوباره استیتوس میگیرم. حالا اینجا پی آیدیش رو نگاه کنید
6 بوده عوض شده، یعنی اینکه خب ریستارت میکنی قبلی رو میکشه و یکی جدید میذاره. ریلود استاتوس، خب ریلود مثل این که با مشکل مواجه شده. اوکی الان مشکل دارم، خب به من میگه که پورت 22 already in use. من حالا باید برم ببینم که مشکلش چیه اونجا. خب پس من استارت و ری استارت و استاپ و استیتوس رو یاد گرفتم. همشون یه دش ال دارن که به صورت مثلا استاتوس بگیری، خب دش ال بگیری به صورت یکم، الان اینجوری نیست، یه وقت میبینی اینجاها پر لاگه و دش ال میزنی کامل لاگا رو بهت نشون میده، خطاشو دیگه نصف نیمه نشون نمیده. یه دو تا چیز دیگه هم دارم به اسم اینیبل و دیسیبل. اینا یکم متفاوتن. این که من مثلا الان دیسیبل کنم و اینیبلش کنم، ببینید چه اتفاق قشنگی میفته. اینیبل و دیسیبل کردن یعنی اینکه توی ران لول موقعی که سیستم روشن میشود این سرویس خودش اوتو استارت باشه یا نه. یعنی من اگه اینیبل کنم سیستم رو ریبوت کنم دیگه دفعه بعد نیاز نیست که من اینو برم دستی استارت کنم، خودش به سیستم دی گفتم که آی سیستم دی که اومد بالا، تو که اومدی بالا این رو هم با خودت بیار بالا. یعنی ریبوت که شد خود سرویس اوتو استارت دوباره شروع به کار میکنه. برای جاهایی که حیاتیه و نیاز داری که حتما این سری اتفاق بیفته و نیاز داری که بعد ریبوت سیستمت سرپا باشه و اوتو استارت باشه، این کار لازمه و خیلی هم راحته. یعنی با یه اینیبل دیسیبل کردن میتونی این کار انجام بدی. حالا من این تایم هم داشته باشم، اینم اگه تایم داریم یه نکته خیلی ریز و قشنگ بهتون بگم. این که من وقتی الان من SSH هم دیسیبله، اوکی، من وقتی میام اینیبلش میکنم یه دونه سیم لینک درست میکنه، یعنی میاد تو اینجا یه دونه لینک درست میکنه، لینکش میکنه به چی؟ user lib systemd system sshd.service. یادتون این فایل رو تو همین ویدیو نگاه کردیم، لس زدیم، دیدیم که چقدر راحت و کوتاهه. میاد چی کار میکنه؟ یه دونه لینک از این توی این مسیر درست میکنه. یعنی من بزنم اینجا، ببینید همش لینکه. پس سیستم دیک روال کارش اینجوریه، اصل فایل های سرویس ها، دات وانس ها، تارگت ها، همه رو توی یوزر لیب سیستم دی سیستم داره. همه فایل ها اصلش اینجاست و اگه میخواد که سرویس اینیبل و دیسیبل باشه، موقعی که سیستم دی میخواد بعد از روشن شدن لود بشه، بوت بشه و بیاد بالا، خب میاد از ETC از اینجا لود میشه. یعنی اون سرویس هاشو از اینجا نگاه میکنه. ببینید مثلا این graphical.target.once ببینید دو تا دونه چیز داره، چی میگن، اسکریپت داره که از سیستم دی اومده چی کرده. یا مثلا من مثلا تو مالتی یوزر هم ببینید چقدر زیاده. مثلا من مونیتور رو دارم، لیب ویرت رو دارم، در حالی که یوزر لیب سیستم دی سیستم مالتی یوزر دات تارگت دات وانس. ببینید چه مقایسه کن، اینجا چند تاست، اینجا چند تاست. خب پس اصل کار اینجا انجام میشه. یعنی من اینجا به سیستم دی برمیگردم میگم که آی سیستم دی این کار رو انجام بده. پس وقتی که من اینیبل دیسیبل میکنم
فکر نکنید کار خیلی شاقی میره انجام میده. نه، یه دونه سیم لینک ساده درست میکنه. یه لینک، حالا من لینک رو گفتم فکر کنم، آره گفتم، باید نمیدونم الان لینک رو درس دادیم تو ویدیو قبلی یا نه. آره درس دادیم تو ویدیو قبلی. پس میاد چیکار میکنه؟ میاد این لینک ساده درست میکنه. یعنی من اگه این لینک رو دستی هم درست کنم انگار یه کار همون سیستم دیو انجام دادم. سیستم CTL enable و disable. پس اصل فایل ها تو یوزر لیب سیستم دی سیستمه. یعنی اگه ما بخوایم نتورکی تعریف بکنیم، اگه بخوایم سرویسی رو خودمون درست کنیم و تعریف بکنیم، میریم اصل فایلش رو توی یوزر لیب سیستم دی سیستم میذاریم و لینکش میکنیم توی etc سیستم دی سیستم. حالا مالتی یوزر دات تارگت دات وانس رو میخوای تو اون میذاریش، گرافیکال رو میخوای تو اون یکی میذاریش. اوکی، اینم از etc. این که مثلا من ریموت fs target dot one دارم یا sssd دارم، اینا همشون دلیل داره. یا بلوتوث مثلا، چیزایی اینجا وجود داره که خیلی جالب میکنه بحثو. حالا توی ویدیو بعدی دیگه کامل شروع میکنیم با سیستم دی کار کردن، بیشتر توضیح میدیم، انیبل دیسیبل میدیم و حتی خودمون یه سرویسی ران میکنیم ببینیم که چطور کار میکنه. خب تایم هم 36 دقیقه. خسته نباشید، امیدوارم که جذاب و جالب بوده باشه براتون. وقت بخیر، خدا نگهدار.